بزرگان را بزرگان زنده می دارند، بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارند. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان منظور شماست. این نوبت راستی برنامه ما سیار ثبت می شود، زیرا ما در منزلی یک نفری قرار داریم که واقعا هم نفری آشنا، آنی که زندگیش با مردم بود، همیشه در اندیشه مردم بود و خدمت به مردم را برای خودش پرشرفتر می دانست. رفعت حاجیویچ حاجیف، اون نفری که در برابر ارباب دولتی و جمعیتی بودن، همچنین نفری که در جنگ بزرگی وطنی اشتراک کرده است. ما هممون شاهد هستیم که امسال چی توجه و غمخواری بیشتری واقعا هم احساس شد به اون نفران، اون عزیزانی که در این جنگ سینه خود را سپر کرده برای دفاع وطن، برای آرمان یگانه عمومی بشری به جنگ رفتند. و امروز ما دیدیم که چگونه چاره‌بینی های این پاس خاطری گذشتگان شهیدان جنگ بزرگ وطنی و همچنین 76مین سالگرد از غلبه بزرگ در سطح جمهوری و ولایت چگونه با شکوه گذرانده شد. همانا در حاشیه این چاره‌بینی ها این صحبت ما نیز جریان میگیرد و در صحبت ما یک نفر از قلمکشان معروف ولایت و جمهور، از استادان ارجمند ما، آنی که همیشگی در نوشته هایشان بیشتر به جنبه تاریخ توجه میکنند. واقعا انعکاس تاریخ کسب ژورنالیستی خودش چنین است که همه روز ما تاریخ رو انعکاس میکنیم. گذشته از این برابری انعکاس امروزی تاریخ رو رجوع به گذشته آن همیشگی به کم ژورنالیستان دست میدهد. در صحبت ما ژورنالیست میرزا اعظم مقصودov. استاد خوش آمدید میگم شما را. استاد راستی من گفتم که امروز ثبت برنامه ما اصلا وقتی ما دعوت حاجیف را، فرزندی عزیزی رفعت حاجیف، وقتی پرسان شدیم که میخوایم از خانه موزه ایشان دیدن کنیم، اون کس به خوشنود ما را استقبال گرفتن. زمانی که ما مکتب میخواندیم میگفتن که در این جنگ بیزیاده از 20 میلیون نفر، بعدم چون شوروی پاش خورد معلوم شد که زیاده از 26 میلیون نفر. در یک بایگانی که من تماشا کردم از بایگانی خانوادگی خود رفعت حاجیف، یک نکته اون که ذکر کردن، گفتن که تصور کنید 26 میلیون نفر وفات کردند. اگر من آنجا میرفتم و وفات میکردم، من نیز شاید در قطار آن 26 میلیون نفر بودم، اما خدا خواست که من زنده مانم و مثلا آمدن و برای خلق و وطن خدمت کردن، این در تقدیر و نصیبی آن کس بوده است. من میخواستم در مورد قسمتی به جنگ رفتن، تاریخ به چگونه به جنگ بزرگی وطنی دعوت شدن، رفعت حاجیف چند سخن خدمت. تشکر. رفعت حاجیف از زمره آن نامبرداران وطن هستند که اگر گویم که با معنای تمامش تمامی هستی خود را برای خدمت کردن به خلق و وطن بخشیده است، خطا نمیشه. وقتی این کس سال 1943 مکتب میانده را ختم میکنه، سینشون به 18 میرسد، اون کس همیشه سوال میکردم از والدان خود که مثلا چرا فلانچی به جنگ رفت و ما نمیریم، یا میگفتن که فلان معلم ما به جنگ رفت و والدشون در یک صحبت وقتی که سوال میکنن میگن که همین رضا جان تو سراسر میشن، وقتش بیاد تو ساعتش بیاد تو هم میری. و همین شد. در یک از روزهای ماه مارس سال 1943 رفعت حاجیف نیست دعوتنامه میگیرن و وقتی که به واگذاری راه آهن حاضر میشوند با سبب پاییزدر میکنند و تمامی دعوت شدگان گرفته به شهر خوجند برمیگردند. امروزه دانشکده تجارت که در گذشته تکنوکمی سودا بود،
اینجا همون قرارگاهی گسیل نواسکران در سالهای جنگ بود. خب اونها رو آوازی در اینجا جمع میکنن و میگن که پگاه ساعتی 4 سحر ما از اینجا باید پیاده راه بریم. قرارگاه گسیل اسکران تا خانه رفعت حاجیف که محله دهنو است همگی 5 دقیقه رو خیلی اون کس از کماندری همون گسیل اسکران گسیل کننده خواهش میکنن که اگر ممکن باشد من همراه پدر و مادرم باشم تا سحر، چون که همگی 4 شد که یک خواهر من از دنیا رفته است در لحظه های وضعیت. اون کس هم انسان خوب بودم و راضی میشد و یک از به خانه‌شون میگم. البته رفعت حاجی که از بچگی هنوز از آوان مکتب خانه همه کار رو میخواستن سریع وقت اجرا کنن. در ساعتی مقرر شده حاضر میشن که البته یگان نفر از دعوت شونده نیست. معلومه همه رفتن، معلومه گرد که پویز بر وقت آمدگی تمامی دعوت شده ها رو البته برای آهنگ گوشی کردن. اون وقت البته یگان علاقه تلفنی چی نبود؟ بله علاقه تلفن هم نبود. مسئولیت شناسی رفعت رو تا به همین اندازه بود که خیلی کسی میتونست که من موندم دفعه گذشته میرم، لیکن حسی وطن دوستی مثل مسئولیت شناسی به اندازه بلند بود که با همون بارخواهی خودشون از همینجا تا راه آهن دویده میرن. دویده میرن که پویز البته به حرکت در آمدگی با همون پویز سوار میشن و میگن که من آمدم. تقدیر نصیب اون کس رو به شهر تاشکند میبرن. در شهر تاشکند یک مدت آموزش من بعدا بر پولک اویاسیونی شهر کیروگراد همچون مکانیکی اویاسیون خدمت میکنن در اینجا و از همون همیراقی که اونجا هستن یک نفر تا سالهای نزدیک در قید حیات بودن، زویدبای آتابویف در استخدامات کننده دهه زرزمین در گذشته قطعان بودن. در همونجا همراه خدمت میکنن و وظیفه اینها همون نگاهبینی اویاسی جنگی بود، سمالیات‌های جنگی بود و انا در همینجا همراه برادرشان، همراه دوستشان زویدبای خدمت میکنم. من همون وقتی که با همین خودم میسوید هم صحبت شدم بسیار خاطره عجیب نقل کرده بودم. پیش از همه یک لحظه من در همون کتابی برمادی سیاست آورده هستم. رفعت حاجی هم همیشه خوب سالهای جنگ، گرسنگی، تشنگی یک گفته بودم که زویدبای دوستم همین مهم نانی سری میده باشیم یا نه. خیر اگر همین یک بار شکممون نام بسیاره بعد از دنیا ریم ارمانم میمان. خیر تقدیر نصیب رو بینید که این کس با سری بلند در اونجا خدمت میکنن ولیکن برادرشون میرزا نعیم در شهر بین جمهوری پولشا 2 ماه قبل از انجام جنگ وفات میکنن و در یک ورقه مکافاتی که قطار دیگر اسکران هست در همینجا خدمتی صافدلانه رفعت حاجی رو کماندر قسم قید کرده گفته است که برای نگاهبینی خوبی سمالیات‌های جنگی با مدال شجاعت جنگی مکافات داده می شود. همینطور رفعت حاجی در به جنگ وطنی اگر خیلی جوان و بردم رفته باشند لیکن وقتی که از جنگ برمیگردن در سر نه یک تار موی داشتن، در قوش نه یک تار موی دیگر و معلوم میگردد که انا همون در قسم اویاسیونی که اونجا با خیمیکات ها سر کار داشتن همین چیز به اون کس ضرر کرده بوده. ولیکن مهم زنده و سلامت از جنگ برمیگردن و باز نصیب کرده بود که سالانه اینجا به خلق دعوت خدمت میکنن. تشکر. من میخواستم در مورد تاریخ نوشتن این کتاب ابرمرد سیاست کمتر نقل میکردید که واقعا همیشگی زندگی این فرد فدایی وطن اونی که از میانه های سالهای 60 تا میانه های سالهای آخرهای سالهای 80 در کارهای راهبری بودند، از شهر سر کرده تا ولایت، اون وقت مقام کاتب اول و پیش از همه رجوع کردن شما به همین آموزش تاریخ زندگی و فعالیت رفعت حاجی پیش از همه از کدام یا از کدام ذوق پیش از همه
توجه شما رو جلب کنم. سالهای مکتبخانه وقتی که ما به منطقه ورشلاباد حاضر به نام участке نبیف میگن با پختشینی میبردم. راهبری مکتبمون یک اشتراکچی عبدالغنی قهاروف بودن و هر پگاه وقتی که ما اونجا با پختشینی تیاری میدیم ما یه روح بلند میکردن میگفتن که همین روز حمد پختی نظم میچینی حاجی بابا میبیان. ما خواننده مکتب بودیم که حاجی بابا کی بود است؟ بعد فهمیدیم که این کس کاتب یکم ولایت رفعت حاجی فرودن نداشته. خب ما غیرت میکردیم میچینیم امروز اگر هر روز مقرر 2 تا چینیم امروز 3 تا میچینیم. خب بعدی که مکتب تمام کنیم بعد با خودی مکتب رفتم همراه همون استاد ما همکاری کردیم. بعد من گفتم که همون رفعت حاجی شما در نظر دارید؟ ها این بسیار انسان خوب و یه نامشون برای مردم بحث بود که حاجی میاند اگر همه خودش علاقه میدن چیکار کردن. برای همین ما کوشش میکنیم که همین تشریف راهبری ولایت نشان دهنده همون نقش شد. خب بعد اون که مکتبی اون رو ختم کردیم بعد اون که نصیب بود صاحب معلومات اولی شدیم بسیار قصه و روایت ها درباره خصلت‌های انسانیشون خصوصا خصلت‌های راهبریشون از نسل کلانسال شنیده بودم و از جمله یک خصلت نیکی راهبریشون رحمتی پدری ما رو تقوشون که در بیمارخانه سرایتی پاسبان بودن یک واقع میشد میگن که همین رفعت حاجی برای عیادت نبیرشون بیان خیلی ممکن نبود است نمیمانه این کس در آمدن. خیلی یکی سردختر با خبرش میشد که این کس راهبری ولایت رو نماینده ایستادن. بعد سرزنش میکنه شما میدونید کی اومدن؟ وای رفعت حاجی کاتب افغان. بعد این کس که بسیار یک خاراکتر مخصوص داشته میگن که در نزد قانون همه برابر است. این سخنان رو رفعت حاجی در مورد شنیده ایستادن. بعد سردختر گرفته میدارم برآمدن پس سپید به رفعت حاجی میناداری میکنن که اما گفتم درست در نزد قانون همه برابر همه باید همین خیل باشه. خیلی برآمده میرم بعد یک هفتهش کس دعوت میشن سردختر دعوت میشن با همراه همون تقوا بابای ما پاسبان. سردختر گمان میکنه که حاجی میره حاجی ما سرزنش میکنه این کس تا رفتن میگه من شما بی بودم اون کس نمونده تا که منم آویزی میگن شما هم خیلی آدم میگه من عاری قانون کردم من هیچ ترسم نیست. خودشون نقل کرده بودن که خود ما رفتیم بعد یاردم چشون گران در اومد رفعت حاجی خاکسارانه از جای خودشون خسته گرفته نظرشون شنونده. بعد میگن که شما بسیار ناز خدمت میکنید گفتم درست است همه باید همین خیلی خدمت کنند در نزد قانون برابر است. من هم همچون راهبری ولایت شما هم همچون پاسبان. بعد میپرسن که شما چی کم بودی دارید که ما شما کمک کنیم؟ این زمانی شوروی رحمتی تا بابای ما استاد گلکار بودن. سونین کسی میپرسن که چیکار میکنید شما؟ سونین میگم که من استاد گلکار هستم یک شبانه روز پاسبانی میکنم 3 شبانه دیگر در دل مردم گلکاری میکنم. چون به شما چی یاردم کنید؟ سونین میگم که اگر ممکن باشد یک متاسکل با پول خودم یاردم کنید غیر نامه. خیلی کس سفارش میتم کسی متاسکل میگیرن تا آخر عمرشون متاسکل رو خای کرده سوار شده میگفتن که این متاسکل رفعت حاجی داده من. همین گونه قصه این یک قصه بود با قصه های دیگری بسیار بود. همین من با پسر این کس دویم پسرشون میرزا حلیمکو که کس معاون یکمی سردار خواجگاه ولایت هستن در عرفی 90 سالگیشون نقل کردن 2 سال مقدم 70 سال. من گفتم من این خیلی قصه ها من شنیده هستم. بعد گفتن خیلی نویسید یک روز پیشنهاد کردن که برای چی نمیشد که من کتابی مکمل کنم عرفی 90 سالگیشون. خیلی با مسئولیت استادان البته من فکر ملاحظه استادای گرفتم که نوشتن درباره این گونه شخصیتی که در جاده سیاست کار کردن تا چه اندازه مثلا از یادش میبرم. یعنی البته اینجا از مسئله استادان نویسندهایی که در این کار تجربه داشتن من فکر ملاحظه آنها رو گرفته خیلی یک چیزی حجتی ما فراهم آوردیم. اونجا بسیار قصه روایت هست یک چیزی ترجمه حالی شد. البته این بدیهی نیست ترجمه حالی که تمامی اون چیزی که ما در این کتاب فراهم در همه در اساس حجت هایی که هم در بایگانی رحمتی رفعت حاجی که فرزندشون نگاه میدارن و هم از بایگانی مثلا پرتیوی ولایت حزبی هم از بایگانی دولتی هم از صحبت با هم شریکان و هم صفانی که همراه این کس بودن
ҳамон дар асоси нақли ривоятҳои дар асоси ҳуҷҷатҳо фароҳам шуд ва ин китобро мо дар ҷашни 90-солагишон чоп карда дар рӯзи ҳамон ҷашн ба мардум тақсим карда будем. خیلی تشکر. بیننده‌های ارجمند، شما برنامه در صحبتی صاحب دلان را تماشا کرده اید که این نوبت ثبت ما ثبت سیار است و ما در منزلی استقامتی ارباب دولتی و جمعیتی رفعت حاجیف قرار داریم. شاید شما بیننده‌های عزیز بسیار در ذهن خودتان اندیشه کردید که یک نمایی هست که مانندی دارد به همون مجسمه یادگاری شهیدان جنگ بزرگی وطنی و من میخواستم کمتر معلومات هم هست اما من میخواهم معلومات پوره را از خود همصحبتی عزیزم استاد ارجمند میرزا اعظم مقصود پرسیده باشم که تنها ایده بنیاد همین گوی مجسمه یادگاری زمان راهبری رفعت حاجیف صورت گرفته است. مرحمت خواهان شما. تشکر. رفعت حاجیف وقتی که کاتب یکم کمیته پارتی شهری خوجند خیلی عملا طبق قانونگذاری آن زمان راهبری شهر بودن. خودشون که اشتراکچی جنگ هستن خواستن که به خاطر شهیدان جنگ بزرگ وطنی از ولایت یک کاخ بنیاد کنند، یک مجسمه یادگاری و همین اندیشه را با همکاران البته با رازیگی کمیته مرکزی عهد میکنند و امروز سابقه دار مطبوعات استاد ما فضل حاج عطاحاجی راجع به تاریخ بنیاد همین مجسمه گفته بودند که ما کورس یکم میخوندیم در فاکولته فیلولوژی و تاریخ ما دانشجویان اکثر به طریق حشر شده است این چیز همین مجسمه ما دانشجویان جلب میکنیم تمام مردم شهر میاد و خودی میاد کاتب یکم شهر رفعت حاجی زود آمده از جریان ساختمان خبر میگیرن و ساختمان این سال 66 آغاز شد سال 69 به استفاده دادگی هستند. استاد حاجی همچنین گفته بودن که پدری اکادمیک ناصری جان سلیمov یوسف جان سلیمov از معلم استاد ما خواهش کرده بودن که اما متنی که امروز در روی مجسمه نوشته شده متن روسیش رو من گفتم از گرفته از ردکسی روسی گرفته به شاعری اون وقت نعمت شریف اولین رئیس کمیته تلویزیون و رادیو شنای ولایت برده داده اون کس همون شعر به تاجیکی برگرداند و امروزی که در اون بیتویی که در روی مجسمه نوشته شده به زبان تاجیکی ترجمه انمون نعمت شریف است. روانشان شاد بود بسیار شاعری توانا بودن بسیار حق استادی دارن برای چند نفر شاعران این نام خواهد. گفتن انا در سال 1969 در تنتنه شاده شوی انمین مجسمه بسیار نفران زیاد خصوصا اشتراکچی جنگ بزرگ وطن حد و حدود نبود که به خاطر همیارقان شهیدانشان همه چیز به استفاده شد. بعد معلم گفتن که در انمون چهاربینی قهرمان اتفاق سوویتی هادی کینجایف رحیمبوی رحمت و همچنین اشتراکچی پرده غلبه دارنده هر سه اردن شریف جنگی عبدالستار حاجیبویف که اون که استاد دانشگاه بودن اون سالها برآمده سخنرانی کرده بودن. از این پس سال 69 از این پس من بعد تمام چهاربینی‌های ولایتی بخشیده به ایده غلبه انمین در میدان کاخ یادگاری شهیدان جنگ بازوگان واقعا امروز هم برقرار شد. من بسیار عرض سپاس می‌کنم برای راهبری نوی شهر که امروز کاخ میدان را در طول سالهای سال باری نخست از تعمیر برآوردند، از تعمیر کلی برآورد. خیلی هم زیبا، هم آرایش، هم شعار، هم آوازی، هم سخنانی، هم راهبری دارد، هم سخنانی که اونجا در بخشیده با جنگ خیلی اطراف آباد و زیبا کردن و چهاربینم خیلی در سطح بلند شد. گفتم که یک انشاءاتی است که این انشاءات یاد آورنده از سالهای وزنی جنگ بزرگ وطنی. این یک نشانه است که هر نفری که مثلا هم ساکن شهر هم مهمانی که آمد یک مرتبه چشم به این میافتد و یک واقعی تاریخی در خاطرش میماند، خصوصا به نسل جوان که امروز متاسفانه نه همه جوانان به این موضوع توجه می‌کنند. این صحنه زندگی انسانیت را از خاطر متاسفانه برآورده ایستادن. ما رو یاد هشدار می‌دهد که فراموش نکنیم که در تاریخ این خیلی جنگی خیلی سخت و سخت‌ترین گذشته است که من نزدیک 30 میلیون انسان در این جنگ هلاک شده است. برای همین هم من میگم که جلب جوانان هم این یک تربیه بندش من تربیه مهنت بود هم که بگذار
با گذشت سالها همین افتخار کنم من استاد وقتی صحبت افتخارم کرده بودن که ما هم سهم ما هست اینجا امروز سینی مبارک من به 75 رسیده است گفتن که ما جوان بودیم ما سهم ما هم هست این چیز برای همینم این درست قید کردید که یک اصول تربیت جمعیت هم بود همین چیز همین غیر بود لیکن همه گونه ساختمان هایی که مثلا شما اینجا در زمان شوروی ساخت دولتداری شوروی چهل که من شما نظم بدیم تمام کارهایی که میشد همش از روی نقشه بود همش با موافقه با کمیته مرکزی بود با البته تا مسکو بود همین چیزا و میشه لیکن این گونه انشاءاتی که من باوری دارم که امروز هم به خاطر شهیدان جنگ به خاطر اون نفری که حیات خودشان رو برای حیات خوشبختانه امروز ما شما قرار خیش به هیچ گونه ممانعت به اجرا میرسید کن رجوع رهبری ولایت و شهر به ترمیم و تجدید آن مجسمه و گویم آن یادگاری های تاریخی مخصوصا زمان جنگ بزرگ وطنی این بی سبب نیست به خاطر آنه که پیش از همه نسل امروز که استاد بسیار خوب گفتن که متاسفانه گاه یک نگاه های سبک دارند به تاریخ گذشتگان استاد ما ادامه منطقه همین نکته رو که مثلا این چیزی که استاد عطاخوجایف گفتن که من نقش دستی ما همون کار بود این هم یک واسطه خوبی تربیه هم بود که ما در روحی پاس خاطرداری کلان شدیم. تشکر. مربوط به این موضوع من خودم چند فکری خودم رو دیگر داشتم همین به اندیشه من موضوع جنگ بزرگ وطنی باید موضوع دائمی خصوصا واسطه اخبار عامه باشد. متاسفانه سالهای آخر ما واسطه اخبار عامه به این موضوع خیلی کم توجه میکنیم. اگر در سالهای اولی صاحب استقلالی ما علاقه یک هفته قبل مثلا ما علاقه سر میکردیم برنامه‌های تلویزیونی روبریک‌های مخصوصی روزنامه ها میشد که مثلا هیچ کس به چیز فراموش نشده است لیکن متاسفانه سالهای آخر من اینطور خیلی کم میبینم همین همگی یک روز یا دو روز قبل یک دو توسط تلویزیون یک دو برنامه‌های مثلا کینوفیلم های جنگی نمایش شدن دیگر متاسفانه ما به این موضوع رجوع نمیکنیم حتی مثلا در مکتب ها و خوری ها مثلا بخشیدیم خیلی من میدونم که گذرانده میشه لیکن خیلی کم مثلا چند نفر میگم که خیلی برای چی مثلا واخوری همه اشتراکچی جنگ گذرانده ممکن نیست حاضر بهانه میکنن که خواه کلان سالشی گواه آمده نمیتن لیکن امروز من وقتی که در همین چهاربینی بخشیده به غلبه دیدیم یک نفر اشتراکچی جنگ 96 ساله دیگه خیلی بردم آمده اشتراک کرده همین قدر خاطره مستحکم دارند که اینها همش فوند طلای ملتی ما هستند اینها رو هر چیز زودتر امکان خاطره یا ثبت کردن درباره اینها نوشتن در کار اینها قهرمان های زنده هستند وقتی که به نسل نورس قهرمان زنده رو نشان میدهید نظر به نقل و به روایت و به نوشتن و تمام تاثیرش دیگر است برای همینم من بسیار خواهش میکنم که همین موضوع جنگ رو معرخان ما مثلا همکلامان ما ادامه دهند متاسفانه بعد در گذشته استاد ما حسن با شریف این موضوع هم به حکم فراموشی رفت و اینا من میدونم که 10 سال میشود که همه یک نفر از معاونی رئیس شورای سابقان جنگ و مهنتی ولایت شوکت علیف گاه همون کتاب ها می نویسن لیکن دیگر باقی من چشمم نرسیده است که از همکسبان ما مثلا به این موضوع توجه کن چون که حاضر اگر زمان شوروی یک چارچوبی معینی نوشتن در همین موضوع باشد حاضر من صاحب استقلالیت اکنون بسیار واقعی که هست که من در زمان شوروی گفتن نمیتونم حاضر گفتن ممکن چون همین چیزا سروزیر امروزی جمهوری قایرزاد در یک برآمدی جشن گفته بودن که وقتی آن رسیده است که ادیبان و ژورنالیستان و کارمنده واسطه اخبار عامه به این موضوع تجدید نظر کنند چون که بسیار صحیفه‌های نانوشته جنگ بزرگ وطنی که خیلی گفتم در زمان شیخ قالبی معین بود امروز که ما اختیار داریم بسیار چیز گوییم همین حالا هم دیر نشده است من بسیار خواهش میکردم از شما کارمندان تلویزیون از همقدمان همکسبان که مثلا به همین موضوع رو آورند و صحیفه‌های نانوشته رو حال حاضر که شاهدان زنده هستند نوشته گیرند برای اینکه برای تاریخ آینده ما این چیز خیلی و خیلی ضرور است. بله تشکر بیننده های ارجمند چون ما سخن را آغاز کردیم از کارنامه ارباب دولتی جمعیتی و همچنین رفعت حاجیف که همچنین آن کس اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند و بازم رجوع میکنیم به زندگی نامه آن کس که بعد
در برقرار کردن ساختمان بنیاد ساختمان سوسیالیسم خدمتگزار شدم. میخواستم یک نکته رو از زندگی نامه وقتی اینجا آمدم راستی این موزه برای ذهن من بسیار تاثیر عجیبی گذاشت که من همون عریضه قصه گرفتنی خانه در خانه پدر در محله دینو زندگی کردم و بعد اونی که مثلا فرزند کلانشون رو خانه‌دار میکنن همانو به اندیششون میگد که پس برای فرزندانم یک منزلی باید باشد که توانم آنها را نیز با جای منزلی زیستشان تامین کرده باشم و عریضه میکنم. ادامه نقل آن از آن که این نسخه عریضه هنوزم هست و بسیار عجیب است. در خانه ما تاریخی گرفتن منزل رفعت حاجی این طور است. این رو با ما شاهد زنده گل جهان بابا صادق سابق کاتب یکم کمیته مرکزی کمساملی ریسپوبلیکا نقل کرده بودند. ما وقتی که بعد شنبه برای جمع آوری معلومات رفته بودیم گز نقل کردن که روزی رفعت جبار رسولوف کاتب یکم کمیته مرکزی اعضای بیروی کمیته مرکزی رو دعوت میکنن و همین متن عریضه که امروز در خانه موزه رفعت حاجی نگاه داشته میشن منظور که میگه هر نفر همین با خونده بینیدون. ما هم خوندیم حیران شدیم که چه شده است که 7 سال اسی راهبری ولایت است. رفعت حاجی 7 سال از سال 70 انتخاب شده این کس. 7 سال اصلا نکی خودش منزلی شخصی خودش نداره دیدن که در این شرایط زندگی میکنه. ما تا خوندیم هم حیران موندیم بعد گفتن که شناخت شده همه من بین کمونیست این خیلی میشه. 7 سال اسی راهبری ولایت است لیکن منزلی شرایطی منزلش به این اندازه بود است که پسرش کلینیکت خودش خانه نداشت. راستی میشتن. یعنی این برای همیشه نمونه عبرت این خیلی کمونیست میشه. بعد در اونجا جواب بارسلوف و عریضی اون کس و مسئولان سپریر میدن که فوراً شرایطی منزلی رفعت حاجی بهتر کنه و امروز این حوالی که ما نشستیم در همینجا انتخاب میکنم ولی که رفعت حاجی یک شرط میگذارن میگن که یک برای معنی 3 کاتیج میکنیم و 2 نفرش دیگه باید که کارگر باشد. 3 حوالی شود 3 در حوالی یعنی که و 3 نفر دیگر با از روی فهمیش من 2 نفر کارگر بودن چون کارگری کاملی تبریشیم دیگر با 1 نفر دیگر همین حوالی رو تاریخی صاحب حوالی شده رفعت حاجی میگه. این خیلی خصلت‌های خاکسارانه رفعت حاجی با وجود اون که مثلا سیاسی راهبری اون که سخت بود. اگر میگفتن که پگاه در بیروی ابکم مسئله شما رو میدن مردم خودش سخت میترسن لیکن در اول خاکسار و خیلی و خاکسار هم بودن. همین این گونه لحظه های زندگی نامی رفعت حاجی رو بسیار آوردن ممکن است. من میخواستم درباره 17 ساله که انسان به ولایت راهبری درباره بنیادکاری هاشون بعضی لحظه ها رو گفته گذارم. رئیس سابق شهرمان امیرجان فضیلت رسولوف احساس میکنن که شهر باید وسیع شود، شهر مردم اهالی زیاد شده اینها بعد قرار میکنن ساحل راستی دایره رو از خود میکنن. امیرجان فضیلت من گفته بودن که پسران فراموش نکنید همین ساحل دایره محصول مهنتی رفعت حاجی که من است. چون من و رفعت حاجی همین ساحل دایره رو قدمچین کرده بودیم. گفته بودیم که من اینجا این بنا میشه، اینجا این زواد میشه، اینجا فابریک، اینجا بنای استقامتی میشه. این یک لحظه است. یعنی که گفتم اون که ساحلی روز با اقدام و تشبث رفعت حاجی و همه همسفان آن کس که مشاورتی که همراه اینها بودن و نهایت میخوام گویم که همین انسانی که رفعت حاجی بر این کار زندگی کردن همیشه در یاد و دل دیده خلق هست و خواهد ماند. بابت صداقتشون یا اینکه پاسداریشون به دین مبین اسلام هم یک چیز رو گفتن میارزد که رفعت حاجی همیشه سنه 1 ینور فعالیت خودشون از زیارت قبر پدر و مادرشون سر میکردن. امروز قبربانی همون گنبد قاشق خال محمد نقل کرده بودن که من میدونستم که سنه 1 ینور رفعت حاجی اومده قبر پدر و مادرشون زیارت میکنن. بروقت از خواب خسته حالی روز نشدم من انتظار میشدم و راننده ماشین رو آورده میداشت سیگنال میداد من میگم بعد میرفتیم سر قبرشون.
پدر و مادر همه اون سوتر میسیم خودشون لیکن شته تلاوت نمیکردن راست ایستاده همین زیر لب که پیچیر میکردم ما میفهمیدیم که از قرآن میخونن لیکن زمانو نمیبرداشت میزده بعد وقتی رفتم میگفتن که هم یک دستمه درست کرده میگفتن که خود محمد خودت میدونه بعد اون کس رفتم من بگم بس سری قبر ما علایدشته حسی تبارک خونده میماشتم برای همینم بعضی بودم در زمانش که مثلا رفعت وجوب خیلی سخت بودن یا وای بودن لیکن ممکن موافق طلب زمان همین خیلی بود روی یکی همین خیلی لیکن قلبشون همیشه فراموش نمیکردن که مثلا این کس مسلمان هستن این کس مثلا خدا شرط خدا ترسم هستن یک سخنی واپسینه رفعت وجوب من به فرزندان گفتم بروز رفعت وجوب احساس میکنن عمرشون به آخری میرسن و فرزندان رو دعوت کرده گفتن که فرزندان من عمر خودم رو همین طور سپری کردم که نفری از شما بعد از دنیا رفتن من برای کردارهای من خجالت نمیکشید و شما هم طوری زندگی کنید که کردارهای از عملهای شما خجالت نکشن این بود سخن آخرین رفعت وجوب برای فرزندان تشکر استاد برای اشتراکتان و واقعا هم بازگو کردنی در مختصر بازگو کردن راستی عملی استاد میرزا اعظم مقصودوف در کتاب‌هایشان اون چیزی که برآورد سیاست در زیاده از 200 صفحه انشا کردند اون خودش بازگو کننده یک به شکل مختصر از زندگی نامه وسیع رفعت وجوب و ما در دایره 25 دقیقه بیان این موضوع البته از مختصر کار گرفتیم و در همین جا فرصتی برنامه ما به پایان میرسد حافظ میگوید که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما آنهایی که آمدند و کاری پیکاری نیک را از خود باقی گذاشتند این هرگز از سینه مردم از دل و یاد مردم نمی رود یاد شهیدان جنگ بزرگ وطنی یاد آنهایی که زمان برای آسایشتگی امروز جانبازی کردند گرامی باد و روانشان شاد این برنامه در صحبت صاحب بود خیر خانه‌تان آباد باشد